99% مردمی که ماشین اتومات دارن فقط با دکمه دی رانندگی میکنن، ولی خیلی از اونها از دنده این هیچ وقت استفاده نمیکنن. اگه تو همیشه رانندگی میکنی جعبه دنده رو زود خراب میکنی. خیلی از مردم فکر میکنن این دنده به درد نمیخوره. 3 تا عملکرد مخفی داره. امروز میخوام بهت بگم، همراه من باش. اولی، وقتی پشت چراغ راهنمایی ایستادی، خیلی از مردم دنده رو روی دی و پشت رو روی ترمز منتظر میایستن. این باعث میشه درجه روغن جعبه دنده داغ بشه و این عمر جعبه دنده رو کم بکنه. دومیش، خیلی از مردم وقتی که پارک میکنن دنده رو از دی به پی میذارن. اینجوری فشار خیلی زیادی روی دنده پی وارد میشه و این باعث میشه دنده ها خراب بشه. راه دیگه‌اش اینه که دنده رو روی ان بذاری، ترمز دستی رو بکشی، پاتو از روی ترمز برداری و در آخر دنده رو روی پی بذاری. این صحیح ترین راه ممکنه. سومیش، اگه ماشین اتوماتت وسط راه خراب شد و باید یدکش بکنی، باید حتما دنده رو روی ان بذاری. در غیر این صورت جعبه دنده خراب بشه. چطور بود؟ یادش گرفتی؟ منو فالو بکن که 1000 تا پست آموزشی دارم.